مولانا آمدن گفتن ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. فصل کردن یعنی جدا کردن. این کتاب میگن فصل یک، فصل دو، یعنی جدا کرده است. گفته است ما برای وصل کردن آمدیم. رسالت ملی و تاریخی ما پیوند کردن، همزیستی، دوستی، نه برای فصل کردن آمده، نه برای جدایی و اختلاف و جنجال. این رسالت ملی ما. یا داریم در حافظ شیرازی همین کتابای مکتبی در از یاد میکنیم چه خیلی است؟ درختی دوستی بنشان چه که کامی دل به بار آرد، نهالی دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. همینجا هم یک نکته ظریف داشته است. گفته است که درختی دوستی بنشان، درباره دوستی اصطلاح درخت رو استفاده کرده است. یعنی درخت یک نهالی کلانی کامل، ولی گفته است نهالی دشمنی برکن. درباره دشمنی نهال رو استفاده کرده. نه گفته است درختی دشمنی برکن، نه اون که درخت شبه همین نهال بودنش دار. همین یک دو برگه سر زد از زمین با نام دشمنی، در همون مرحله برکن. برای درباره دوستی درخت گفته، درباره دشمنی نهال گفته. بسیار نکته ظریف است تناسبش که دشمنی هرچند خوردم باشه، یک سبزه است، یک میسه است، یک دو برگه است، همونجا پامال کن کم پرتو، چون که رنجی به شمار آرد، بعدم به جنگی کلان تبدیل میشد.